منم کوروش شاه جهان، شاه دادگر، پسر کمبوجیه. آنگاه که بدون جنگ و پیکار به بابل در آمدم، همه مردم مرا با شادمانی پذیرفتند. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این سرزمین وارد آید. من بردهداری را برانداختم. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند. شهرهای ویران را آباد کردم و مردمان آواره را به خانه های خود بازگرداندم. من جامعه‌ای آرام مهیا ساختم و صلح و آرامش را برای همگان به ارمغان آوردم.